گلشیفته فرحانی باز سرخط خبرها شد، از رابطه عاشقانه و جنجالیش با امانوئل مکرون تا افشاگری از رازهای پشت صحنه فیلم‌های اصغر فرهادی. گلشیفته فرحانی بازیگر معروف ایرانی که با بازی‌هاش تو سینمای ایران و هالیوود همیشه در صدر خبرها بوده. اما من میخوام بهت چهره‌ای متفاوت از گلشیفته رو نشون بدم، از رابطه عاشقانش با امانوئل مکرون و رازهایی از اصغر فرهادی که برملا میکنه. اما مهمتر از همه رازیه در مورد زن 70 ساله امانوئل مکرون که کمتر کسی در موردش میدونه و مطمئنم اگه بشنوی خیلی تعجب میکنی. پس تا آخر این ویدیو با من باش. رهاورد فرحانی یا همون گلشیفته فرحانی متولد 19 تیر 1362 بازیگر مشهور ایرانی و دختر بهزاد فرحانی و فهیمه رحیمینیا که خواهر بزرگ شقایق فرحانی بازیگر و برادرش آذرخش فرحانی موسیقیدان و نقاشه. گلشیفته فعالیت خودش رو از 14 سالگی با تشویق‌های پدر بازیگر شروع کرد و البته که تو سن کم خیلی خوش درخشید. اولین فیلم گلشیفته فرحانی درخت گلابی بود که برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن شد. اما معروفترین فیلم گلشیفته فرحانی درباره الی تو سال 87 بود که چندین جایزه رو از آن خودش کرد. اون فارغ التحصیل تو رشته موسیقیه و بعد از خروج از ایران فعالیت خودش رو تو حوزه موسیقی و خوانندگی ادامه داد و ترانه‌هایی مثل سکوت، جستجوی سرنوشت و جز تو رو اجرا کرد. گلشیفته فرحانی قبل از بازی در فیلم درباره الی توی فیلم آمریکایی به اسم یک مشت دروغ بازی کرده بود و پخش این فیلم همزمان با پخش درباره الی بود که برای گلشیفته و اکران این فیلم به خاطر عکسای بدون حجاب گلشیفته تو فیلم یک مشت دروغ دردسرهایی درست شد و حتی گلشیفته دادگاهی هم شد و تو خیابون روش اسید پاشیدن. شاید اینها دلیلی شد که گلشیفته مهمترین تصمیم زندگیش رو بگیره. بعد از فیلم درباره الی از ایران رفت و افشاگری‌هایی درباره اصغر فرهادی و پشت پرده این فیلم کرد که همه رو شوکه کرد. اون گفت که اصغر فرهادی چقدر اونو توی این فیلم شکنجه کرده بود، مثل فریادهای طولانی زیر بارون و خوردن آرد نخود برای صبحانه برای اینکه صداش گرفته بشه و بهتر و طبیعی‌تر نقش بازی کنه. وقتی گلشیفته از ایران رفت تو فیلم‌های هالیوودی هم خوش درخشید، مثل فیلم دزدان دریای کارائیب، مردگان حکایت نمی‌کنن که در کنار بازیگر معروف جانی دپ نقش‌آفرینی فوق‌العاده‌ای داشت، یا فیلم دختران خورشید تو سال 2017 که مربوط به داعشه. تو اون فیلم گلشیفته نقش مادری رو بازی میکنه که پسرش توسط داعش دزدیده شده و اون هر کاری میکنه تا پسرش رو پیدا کنه. فیلم بعدی سنگ صبور تو سال 2012 در مورد افغانستانه. نقش گلشیفته زنی با مشکلات بیشمار که باید از همسر ناتوانش هم مراقبت بکنه و برای تامین مخارج زندگیش مجبور به کارهایی میشه. و فیلم‌های معروف دیگه‌ای مثل دو دوست و درست شبیه یک زن از شاخص‌ترین فیلم‌های گلشیفته فرحانی که با نقش‌آفرینی‌های بی‌نظیرش تو دنیا معروفن. گلشیفته فرحانی یکی از بازیگران سرشناسیه و هر از گاهی حاشیه‌های در مورد این بازیگر باعث به وجود اومدن دردسرهایی واسش میشه که یکی از این حواشی در مورد بهایی شدنش بود که بعدها مشخص شد که گلشیفته بهایی نشده، بلکه با مردی به نام امین مهدوی ازدواج کرده که همسرش بهاییه، که این ازدواج بعد از 10 سال زندگی مشترک به جدایی ختم شد. و یه بار دیگه تو سال 2015 گلشیفته با مجری صدای آمریکا که اصالتاً استرالیایی بود ازدواج کرد و این ازدواج هم دوام چندانی نداشت و این دو بعد از 2 سال از هم جدا شدن. اما پرحاشیه ترین خبر در مورد برهنه شدن اون سر صحنه بود. اون برای اسکار فرانسه برای فیلمی که نامزد شده بود تو مراسم اسکار به همراه دیگر زنان اون فیلم روی صحنه برهنه شدن
که واکنش بسیار زیادی رو به همراه داشت و امیر تتلو در مورد گلشیفته نوشت: نمیدونم چرا چند روزه همه میگن نظرت رو در مورد گلشیفته بگو، و گفت که بدن زن راحت ترین راه برای شیطانه. و بعد از مدتی در مورد اندام خصوصی گلشیفته فراهانی آهنگی رو منتشر کرد، ولی گلشیفته فراهانی به این صحبت‌های امیر تتلو هیچ واکنشی نشون نداد و ثابت کرد که صحبت‌های این خواننده هیچ ارزش و اهمیتی واسش نداره. اما بمب خبر رابطه جنجالی گلشیفته فراهانی با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه است که در یک پستی منتشر شد و حسابی غوغا به پا کرد. و همه اینها در حالیه که این روزها خبرهایی رو میشنویم از همسر 70 ساله امانوئل مکرون که این خانوم اصلاً خانوم نیست بلکه یه مرده. حتما نظرت رو در مورد رابطه گلشیفته فراهانی با امانوئل مکرون بگو. به نظرت باعث افتخاره یا مایه شرمساری؟